پارتی من آخر هفته است. یه نقشه دارم و قراره 100 تا از سلبریتی‌ها رو به مهمونی آخر هفته‌ام دعوت کنم. پس بریم پیامایی که بهشون دادم و ببینیم. اول از همه یه هرمی درست کردم از 100 تا از سلبریتی معروف جهان. نوآ اشنپ. اولین نفر میریم سراغ نوآ اشنپ، بازیگر 20 ساله آمریکایی که در سریال استرانجر تینگز خیلی نقش خوبی رو اجرا کرد. به نظر من به این یکی برعکس پیام بدیم، دعوتش کنیم به آخر هفته ولی نوشته رو برعکس بزنیم که توجهش رو جلب بکنه. دوژا کت. نفر بعدی دوژا کت، رپر 29 ساله آمریکایی. به نظر من وقتی ما نوآ اشنپ رو دعوت میکنیم با دوژا کت یه بیف خیلی قشنگی میتونن بدن. موافقی نه؟ پس دعوتش میکنیم. ست روگن. نفر بعدی ست روگن، کمدین و بازیگر 43 ساله کاناداییه که براتون تعجب نیست یه خورده شبیه جو روگنه. فکر کنم با هم نسبت دارن. آره خب اوکی، هم ست روگن رو دعوت میکنیم هم جو روگن که با هم بیان. جو روگن. جو روگن یکی از پرودوسرهای قوی آمریکا که با 57 سال سن بهترین پادکست آمریکا رو داره. اینم نمیدونم، فقط بهش میگیم بیاد، بهش نمیگیم که ست روگن میاد. خودشو دعوت میکنیم، ست روگن هم باهاش میاد. پیتون منینگ با 50 سال سن یکی از شناخته ترین فوتبالیست های آمریکایی که در رشته فوتبال آمریکایی در آمریکا خیلی مشهوره. ما برای مهمونی دیجی نداریم، پس با ما دیجی دعوتش میکنیم. هی دیجی. یادم رفت اینو بهتون بگم، پیتون منینگ عاشق سوپه، پس برای سوپ درست میکنیم که مهمونی بیاد.
فالن. جیمی فالن کمدین و مجری تلویزیونی که با 50 سال سن یکی از مشهورترین کمدین های حال حاضر جهانه. یه روز تو برنامه جیمی فالن یه جای گفته شد که میگفتن knock knock who's there I'm Jimmy Fallon. ولی همه خندیدن. جالبه نه؟ فکر نکن من همین جوکر رو داخل یه جمعی گفتم و از 100 تا فوش بدتر شنیدم. ولی بیخیال ما دعوتش میکنیم بیاد که مجلس رو گرم بکنه. کونان اوبرین. وای چه پخت و پزی دارم میکنم. کونان اوبرین یکی از کمدین ها و مجری های برتر حال حاضر آمریکاه. شاید براتون جالب توجه باشه که کونان اوبرین یکی از منتقدای جیمی فالن. اکثر ما هم دعوا دارن ولی ما بهش نمیگیم که دعوته دیگه، فقط بگین خودتی بلند شه بیا. حالا اونجا اگه رسید خواست جمع دست بگیره چیکار کنی؟ خدایا خودت کمک کن. Jesus Christ. میلی بابی براون. میلی بابی براون بازیگر 21 ساله و تولید کننده سینما که در انگلیس مشهورترین جوان انگلیسیه. حالا ما وقتی دعوتش میکنیم چون عاشق کیانو رویزه، پس ما به خاطر اون دعوتش میکنیم چون قراره کیانو رویز هم دعوت کنیم. کیانو ریوز. رسیدیم به کیانو ریوز، یکی از بازیگرای مطرح کانادا که نقش جان ویک رو در سریال کانویک در سریال جان ویک بازی کرد. صندلی خالی داریم داخل مراسم، فکر کنم جاشو میذاریم کنار دو جاکت. به میلی بابی براون هم میگیم که کیانو رویز اومده، به اونم همین میگیم اون اومده، این به اون، این به اون، اون به این. من خیلی اون گوزیده کسخل شد. مایکل بی جوردن. مایکل بی جوردن بازیگر 40 ساله آمریکایی که نقش اول مجموعه فیلم کرید بازی کرد. اگه بخوام این فیلم بهتون پیشنهاد بدم، کرید 1، کرید 2، کرید 3 و کرید 4 شما باورتون نشه ولی خفن ترین فیلم اکشن آمریکا همین به حساب میاد. تنها چیزی که بخوام بگم بخوام به مایکل بی جوردن میگم بیا، همین ساده، چه اگه دور سر خودمون به چرخونیمش. مگه نه تو موافقی؟
تا موافقی؟ شما چی؟ جفری مایکل جوردن. رسیدیم به مایکل جوردن. یه روز با که دوستم کافی شاپ رفته بودیم و میگفت که مایکل جوردن اصلا ستاره نیست، به مثل خودمون خدای بسکتبال نیست. خدا شاده با همین پشت دست خب اومدم تو دهنش. گفتم برو گام شو بچه، چرت و پرت میگی. مایکل جوردن یه بیزنسمن قوی و بهترین بسکتبال حرفه‌ای جهانه. به خاطر همین دعوتش میکنیم بیاد. میگی نه نگاه کن.